جام 200 کتاب راجع به بیماری هاست بله. که باز با اون طب معالجه میشه. بله طب طبیعی احسان بود که احسان بزرگ است. آها. ایشون کوچک است. اسم- حسامه. حسام. حسام. من با اون آره. بردتون اشتباه کردم. حسام جان، من روی طب طبیعی کار میکنم. طب طبیعی طبیه که هیچکی تو دنیا نمیدونه چیه، هیچ دکتری نمیدونه چیه. من 50 سال بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. بفرمایید بشینید. خواهش بفرمایید. می‌کنم. یادم بفرمایید. از قدیم الایام هم، حالا از همون تایمی که البته میگم قدیم الایام ما بشه، اون موقع هم بشین دقیقا عزیزم. همین بشین. طب بشین. طبیعی رو کار میکردید. آره من همون 50 موقع هم مشغول نوشتن بودید. آره من تحقیق و- 50 سال روی طب طبیعی دارم کار میکنم که 45 سالش مشغول نوشتن کتابم. و این طب یه طب به قول معروف من درآوردیه. من خودم درآوردم، هیچ که تو دنیا نمیدونه چیه. البته یه طب خیلی ریشه داریه، میلیون ها سال سابقه داره، برخلاف طب سنتی که چند هزار سال سابقه داره. طب جدید چند صد سال سابقه داره، این چند میلیون سال سابقه داره. ولی خب متاسفانه مردم نمیدونن. البته بدون طب سنتی و طب جدید میشه زندگی کرد، ولی بدون طب طبیعی نمیشه زندگی کرد، اصلا غیر ممکنه. پایه طبای دیگه است دیگه. آره این همه مردم همچنین کجدار مریض با طب طبیعی سر کار دارن، ولی نمیدونن آره. نمیشناسن که این چیه، چی کار میکنه اینا، ولی کم و بیش عمل میکنن بهش. من روی این طب کار میکنم و آقای دکتر طاهری هم از دوستان عزیز ما هستن که ایشون متخصص بیماری قلب و گیاه درمانی کار میکنه و 30 سال ما با هم رفیق هستیم، با هم همکاری داریم. اینا در واقع مسیر عمل کردمون تو یه مسیره، حالا با یه مقدار تفاوت‌های جزئی، و هر دومون هم بیشتر به جایی که مریض ببینیم آموزش میدیم. به جای اینکه یه نفره ببینیم حاضریم به 10 نفر 100 نفر آموزش بدیم، همه بفهمن موضوع چیه، چجوری از سلامتشون نگهداری بکنن. بیشتر اینطوری عمل میکنیم. اون مریضایی که میبینیم تک و توک، مثلا من خارج میرم این شیوخ نمیدونم امارات این ور اون ور اونا رو میبینم که از اونا پولای کلون میگیرن که زندگیم راحت بگذره، ولی مریض به این حالتی مثلا معمولا ویزیت کنم اینا نه، این کارو نمیکنن. اینه که چون ما در زمینه تور اینا هم خیلی چیز بودیم. حتی اون موقع من به شما اگه یادتون باشه پیشنهاد داده بودم، گفته بودم من توی تور درمانی چیز میکنم اینا، علاقه دارم همکاری داشته باشم اینا. پدر اون روزی صحبت کردم، بعد گفتم شما خودتون مستقیم در این رابطه عمل میکنید اینا. بعد من گفتم حالا شما رو ببینیم و آقای دکترم هستن اینا، با هم یه صحبتی بکنیم، چون آقای دکترم خیلی علاقه به این کار دارن و در تاجیکستان، ایشون تاجیک هستن، در تاجیکستان کار میکنن. اونجا یه آسایشگاه خیلی طبیعی و زیبا در دامنه طبیعت دارن که خیلی چشمانداز زیبایی داره و یه رودخونه درست از بغل زمین اینا رد میشه که خیلی همچنین جلای اونجا رو بیشتر کرده و یه بادای اونجا میوزه که سحرانگیزه. من خودم هیچ وقت هیچ جای دنیا باد این شکلی ندیده بودم که اصلا حال و هوای آدم رو عوض کنه، ولی اونجا عملا دیدم. و اونجا اتاقکایی دارن که از افراد اونجا نگهداری میکنن، نمیدونم 10 روزه 2 هفته 20 روزه چقدر میان اونجا میمونن و اونجا حمام و سرویس و دستشویی و همه چی وجود داره، همش در دل کوه و طبیعته و خودشون اونجا طبابت میکنن، مریضا رو معالجه میکنن، براشون سخنرانی میکنن، آموزش میدن. اینه که اینطوریه. بعد البته من به جام سرنگ گفتم من برنامه‌م اینه که من تقریبا تا نزدیک به 9 ماه دیگه میرم اسپانیا، در جزایر قناری. میدونین که جزایر قناری خودش بهشت روی زمینه. توی اون بهشت یه آمریکایی داره یه بهشت دیگه میسازه، یه بهشت برای میلیاردرها میسازه، مولتی میلیاردرها، که
هتل شبی $100,000. یعنی یک کسی 10 روز اونجا بمونه $1,000,000 فقط هزینه هتل حرفاش میشه. که اونجا نخبه های پزشکی دنیا رو داره جمع میکنه. اونجا متخصص ترین نمیدونم مغز اعصاب، دکتر مغز اعصاب و قلب و روح، نمیدونم کی بعد با منم آشنا شد، دید که من رو طب طبیعی کار میکنم، گفت کارتام خیلی خوبه برای ما. اینه که ما میخوایم بریم اونجا کار کنیم. ولی فعلا تو این چند ماهی که من اینجا هستم، البته هستم که میرم میام، ولی کلا هستم تا بریم اونجا ثابت بشیم. گفتم اگه شما برنامه چیزی داشته باشید که جام سرنگ گفت مثل که خانومتونم تو روانشناسی. نه خانومشون وکیله. اون یکی عروس من روانشناس. آره روانشناس. آره. روانشناسی هم با جزء کار ماست. بله. روانپزشکی نه، روانپزشکی چون دارو شیمیایی می‌نویسن ما تو، البته من خودم دکتر طب جدیدم، 4 تا تخصص دارم، ولی طب طبیعی کار میکنن، با دارو و این حرفا، دارو شیمیایی اینا سر کار ندارم. و من مریضایی که میبینم من بدون دارو مریض میبینم. دکتر طاهری مریض میبینه دارو میده، داروهاش هم گیاهی و طبیعیه که خودش تو کارخونه‌ای که اونجا دارن تولید میکنن، عرضه میکنن. اینی که خواستیم با هم یه صحبتی داشته باشیم و اینا، و بهتره که بریم بشینیم اونجا راحت باشیم. اونجا همچنین یه مقدار